یعنی تستر برای باز هم تستر از این طرف اوی فراش با بیرون چی شد؟ دخترون چی بود کردن؟ با مجلسگاه حمله کردن همه را کشتن چی خود کشتن؟ پدر لابای آقای نجیب در حال به اینجا آمدنتون لازم با عدلیه حمله کردند کی حمله کرد؟ نمیدونم لیکن صدای تیرپرانی بر اومد پدرم در آنجا پدرم رو نجات دهید خوب میداشو ما حاضر میآییم آرام باش فهمیدی؟ آرام باش با هیجان آمده باز یگان کاری خطا نکنی مایلش باز چی شد سردار؟ آدمان اسلام است با عدلیه حمله کردند با عدلیه حمله کردند؟ بیا تست رفتن در کار پس با جنای چی میشود سردارم؟ خدا جایش را جنت کند همشیره چی شد؟ بله جایش جنت شود بچه‌ها رو خبر دادم در راهند خدا رحمتی یگون چیز گفت؟ گفت بعد گپ میزنیم رفتیم خدا جان با پدرم یگون باقی روی نداده باشد ака биё равем полисҳо омада истоданд дастгир мешавем نه کاری سرکرداران این کالا نمیگذاریم تیر از کمان علکه برآمده است آنها چند کس باشند؟ نمیدانم پلیس را انتظار شویم боқӣ мондаҳоро кушанд чӣ ба фикри ман даромадан лозим آخر ما نمیدانیم که آنها چند کسند خوبش پلیس را انتظار شویم رهنا تو از کجا پیدا شدی؟ ببخشید شما نمیدانید مجلسگاه در کجاست ای با شما میگویم تالاری مجلس در کجاست جواب دهید خدای تا با این دیوانه است رانا از آرکابی هم نمیابی از زیر زمین هم نمیابی ای وای اگر به مجلسگاه در آید آدمان ما در آنجایند ای رانا تو از کجا پیدا شدی در همینجا تو نمیرسیدی از این زنها چی میخواهید؟ به تشنه شدی چی؟ ака بهترش بیار رویم مان اینها پلیس در راه است دیر نشده گریزیم بزانو برادر تو چی کار کردی؟ احوالمون بد شد دستگیر کنند ما را به دار می آویزند بزانو گفتم صدای تیرپرانی من می درایم ایستا
خدایا کجا شدند این پلیس ها؟ من میدرایم. نه ایستا. اکا بیا رویم. میرویم. اولین کافران را به دوزخ رها میکنیم، بعد کجای خواهی میرویم؟ خدایا اینها چی کار کردند؟ کجا گم شدند؟ به فکرم همه را پراندند. خدایا دیوانه میشوم. رنا تو از کجا پیدا شدی؟ این را بینیدم. علاج دیگری نیست. اگر توانید مرحمت دستگیر کنید. ببخشید تالاری مجلس در کجاست؟ ایست میگویم. بازانو میگویم. آقای نجیب ممدو شما در کجایید؟ خدایا خداوندا خدایا خداوندا خدایا اینها در اینجا چیکار کردند؟ آخر همه را به قتل رساندند.
یگان چی ثبت کرده تا نیست. خودش چی گپ؟ رانو گپ زن. چی شد؟ گپ زن آخیر. آقای نجیب پدرم را به قتل رسوندند. آرام باش. چی به قتل؟ درون سلاح به دستانند. آرام باش گفتم. میم تو در اینجا با رانو است. این خیلی نمیشود سردار. من هم با شما میروم. همه یک جا میرویم. پدرم حالا هم در درون است. رانو سردارم درست میگوید. شما روید سردار. ما اینجا میستیم. شما میدارم با دقت باشید. رانو التماس آرام باش. در اینجا چی گپ شده باشد؟ همه جا را از نظر گذرانید. یگان کس زنده است؟ زنده است. آقای سا شما خوب هستید؟ سردار بیهوش شده است. زودتر یاری تجلیل را دعوت کنید. زودتر. اطاعت سردار. آرام شوید با من بیایید. پدرم چه حال داشته باشد؟ التماس رفته بینم. رانو آرام باش. میدونی که آنجا خطرناک است. اگر او رو هم پرونده باشند چی؟ یا اینکه او رو کشته باشند چی؟ التماس دیدم میخوام. رانو ایست. خدا رفت. پدر به شما چی شد پدر؟ آقای نجیب به چی شد؟ نه شکر خدا زنده است. پدر جان شما نجات میابید. پدر جان انا من در نزدتون هستم پدر جان. طاقت کنید آقای سوها یاری تجلی در راه است. پدر جان نجیب تو مرا نجات ده. پدر طاقت کنید آقای سوها یاری تجلی در راه است. بی‌فراستان. بچه‌ها تستر یاری تجلی کجا شد؟ تستر برادران اهل دین، مجاهدان راه حق، به انقلاب اسلامی شروع میکنیم. حالا وقت جهاد بزرگ آمده است. ها سلام علیکم مرد برادر. خداوند از شما راضی باشد. آن کافران را به جهنم فرستادید. ما این کامیابی و ظفر را جشن میگیریم. جشن و تنتنه دارید. من در اینجا شیشه شامپان را نمیبینم. شامپان؟ تو چه میگویی مرد برادر؟ بس کن این حیله و نیرنگ را. بی شرف باز جهاد میگویی. به فکرم تو با کی روبرو بودنت رو فراموش کردی. کی هست در روبرویم؟ و شما گویم که کی هست. این خائنی است که ظاهراً خود را مسلمان نشان داده، اصلا دشمن دین و ایمان و ملت و وطن می باشد. او با همدستی یک زمره جلادان خونخوار و خائنان وطن برای برای نفس و غرضهای ناپاک خود از هیچ گونه رذالت و قباحت روی نمیتابد. خاموش.
حاضر مینه سرت را پاش میدیم. مگر تو پلیس هستی؟ خونخوار برادران این پلیس ابله رو دستگیر کنید. آرام گوش کنید. همه شما فریفته شده اید. اکنون پرده ها افتیده، حقیقت عیان شد. این لاشخوری که اکثر سخنهایش جهاد و مقدسات اسلامی است اصلا هیلگر و نیرنگ بازی به ایمان است. گپ زن و بچه ها فهمان مواد مخدر رو از کی گرفته به کدام دولتی اروپا میفروشد؟ گپ زن. بله مواد مخدر. بگویم برای کی پولی حرام جمع میکند؟ اینها رو هم بگو. گپ زن. تو جاسوس دروغ میگویی. پدری جاسوسان و خائنان انا همین پلید است. دروغ میگویی، او رو پرانید. این خائن در بین ما فتنه انداختن میخواهد. مرگ به تو. عقلتان را کار فرماید. عاقبت کار را اندیشه کنید. من از خودم چیزی نمیبافم. با دلیل و سند سخن میگویم. خیز شاید خیز با من بند یافته بیارید. این حادثه چه رخ داد؟ نمیدونم، هیچ چیز رو نمیدونم. به مجلس در اومده ناگهان با صدای تکبیر در رو شدم. بعد از صدای تیر دیدم که آقای سوها در زمین خونالود. چه تکبیر آوردن؟ نام یگان گروه؟ حزب، کم چیزی مثل حزب. جهاد؟ بله. تشکر، سلامت باشید. پایم ابله. گوش کنید. این آدم کی هست میدانید؟ نامش فرخ. نام اصلیش فرخ خونخوار. آدمان شما او را با تخلصی اشاره چوب میدانند. این منافق را باور نکنید. این جاسوس زکی گوش کن زکی. به خاطر نفس حیوانی خود شما انسانها را انسان هم نمی شمارید. با آنها مثل حیوان رفتار میکنید. محض به خاطر غرضهای ناپاک شما هزاران آدمان بیگناه را به تهمت گرفتار میکنید. در این مملکت از تو دیده منافقتر کسی هست؟ دهانت را پشت که باز از دهانت نپرانم. حیوان. مرا گوش کنید. اگر عقلتان باشد زودتر از این در برآمده برای خودتان حیات نو برپا کنید. دین و ایمان گفته است پس این نا کسی به ایمان پیروی نکنید. یک بار نماز خواندن یا اینکه طهارت کنی او را بینید، باور کنید بعد همه چیز را میفهمید. این هیلگر شما را برای هدایت نه برای جنایت میبرد. خوب شد است برادر. اکنون به من بگو این سگ سرحد در کجاست؟ نمیدونم. در کجا گفتم؟ گپ زن. نمیدونم. در کجاست؟ در کجاست این سگ سرحد؟ در انبار. در انبار چیکار میکند؟ از فرخ هروئین رو باید گیرد. چی؟ مواد مخدر؟ رزیل بیشرف. ما را فریب کردی؟ یا خدا. ما دوای خداوندی میکنیم، آنها باشند بنده های خدا را فریب میکنند. آن انبار در کجاست؟ در عمرانیه. تلفنت کجاست؟ در جیبم. گوش کن.
با نجیب سردار گپ میزنی، با او این سراغ را میدهی. رفیق سردار، آیدی رسم‌های تحقیرآمیز چی گفته میتوانید؟ برای این تا حال ما در دستمان دلیل یعنی نداریم. علاوه بر این مقامات ضروری این را بررسی میکند. میگویند که این را گروهی حزبی جهاد کرده است. رفیقان، متاسفانه در کشورمان دهها گروه های تروریستی عمل میکند. اما غم نخورید، دیر نگذشته که بودن آنها آشکار خواهد شد. تشکر، سلامت باشید. نجیب یلمز. مکان گروه حزب جهاد را که عملیات تروریستی کردن میدونم. تشکیل کننده زکیان در آنجا سراغ خیابان چیفچیلر 10 بیکوز. شما کسید؟ خیابان چیفچیلر 10 بیکاس. باز چی شد؟ زکی، من حالا چیکار کردن و نکردنت را میفهمانم. یکم، همه چیز را با پلیس مثل بلبل نقل میکنی. تمام عملیات های کردتان و نتیجه اش را میفهمانی. فهمیدی؟ فهمو. خیلی خوب. دویم، اگر به پلیس نام مرا گویی، به زمین هم درای تو را یافته میکشم. به این قناعت نکرده به پوستت کاه جای میکنم. فهمیدی مرا؟ شما تیزتر از اینجا روید. به نزد پدر و مادرتان برگردید. زودتر. کار ماهیچه ها را تمام کردیم. اکنون باشد نوبت نهنگ ها در پیش است. این عملیات تروریستی آن را نشان می‌دهد که دولت ما با دولت شریعتی خیلی نزدیک است. هدف اساسی این بیچارگانی که ظالمانه به قتل رسانیده شدند حفظ کردن حقوق و آزادی وطنمان بود. این منظره دهشت‌انگیز میباشد. یک ادوکات بیگناه و یک پروفسور کشته شد. خلدون باز واهمه را سر کرد جناب. کمی پس خدمات های امنیت را از پای کار گفته اعلان میکند. اولا خدمات های امنیتی باید پیش راه این گونه عمل های خطرناک را گیرند. همه جا را تیزتر تازه کنند. چون که این عملیات ضربه سخت به دموکراسی دولتی ما بود. ما دیگر طاقت این گونه عمل های تروریستی را نداریم. خدمات های امنیت تیزتر از پی این مسئله شوند. ما انسان های معاصر و روشنفکر از شما خواهش می نماییم که هر چه زودتر این مشکل را حل نمایید. حالا باشد آنها فکر کرده ایستند که به اجازت ما چطور سرقانون را عوض میکنند، استقبال کردها و علوی ها را به انجام میرسانند. هرچند عملیات عدل ظاهرا کار دینداران و شریعتچیان باشد هم مقصد ما را خوب درک کردن کبوتر. آنها اینجا را تازه کردن گیرم. من باشم تمام خاک این سرزمین را از مینه پر کردم که قدم مانده نمیتوانند. آنها کوشش میکنند که آباد کنند، ما باشیم خراب میکنیم. آقا اما این ویرانکنی های شما بسیار هم عالی جناب بود. یعنی آنها را به خاک یکسان کرده برای خودمان همه را از سر نام میسازیم. 27 می ویران کردیم و ضد آنها گویا انقلاب خوبی نشان دادیم. 12 سپتامبر ویران کردیم و به همه اعلان کردیم که آنها ارتجاعگرانند. 28 فوریه باز ویران کرده به خلق اعلان کردیم که اینها ارتجاعکاران بودند. نیتشان به سر دولت آمدن است. مهمش این بود که 21 بانک به یک ما رفت در این حادثه ها. متاسفانه اکثر صاحبان بانک یار و دوستانمان بودند. آنها را هم حل کردیم. آن وقتها خیلی دشواری کشیدیم. از عهده این کار برآمدن بسیار مشکل بود، اما با کشتن 2-3 کس همه این کار را حل کردیم. این را ویران کنی بزرگ مینامند کبوتر. این دولت را برای دشمنان به جهنم تبدیل داده، با یار و دوستان یک صحیفه نو میکشایی. سیستم نو ساخته به نوشتن سناریوی رو تازه شروع میکنی. اگر یگان نامعقولی که پیدا شد باز همه را از سر بکنی. من حیران ذکاوت شمایم. برای این ذکی بودن در کار نکبودن. این کار استراتژی و نقشه کشی است. خوبی است در این که انسان ها را بشعور بکنی.
باز یک مشاوره دارم که موی سفید پیر سینش به 80 رسیده است، اما مثل جوانان 20 ساله تر و تازه است. مرا دائما زندگی با قوت می‌دارد. ما از جمهوری الهام منت داره. این سخنش عالی جناب است. ما را اسیانگر میگویند، ما اسیانگر نه بلکه انقلابچی. عالی جناب، خوشبختانه این سرزمین مثل شما و جمهوری الهام مردان بالای قد دارد. نباشد با این همه قفمانده های جاهل ما کیها به قرن عصرهای میانه می رفتیم. با شرافت انقلابی کردهمان برای نسل نو هم امید و آرزوهای نو پیدا شد. عالمی مرا باز تازه کردی کبوتر. فرزند یگانه‌ام را در صدمه از دست دادم. تا حال فکر او را میکنم. آیا دشمنانم برای آنه که من همیشه در غمی فرزند باشم او را در صدمه کشتم؟ هرگز غمی فرزند را فراموش نمیکنم. اما دختری تو اتینا، دختری من هم به حساب برود. او کمی هم باشد غمی فرزند را از خیالم دور میکند. این گونه فرزندانی با استعداد مرا همیشه خوشحال میسازند. سردار، در اینجا نقشه های کاخ عدلیه می باشد. سردار، در درون سلاح و تیرهای زیادی یافتیم. بله، این دنیا هم که ساخته شده است. یک لقمه شیرین باشد دیگرش حتما تلخ می شود. خوش، از کجا این خونخوار را میشناسی؟ از هر جا تقصیر. حالا همین خیر. نباشد وقتی که در درون بودی به تو که لباسی تکوش میورد یکان کس را میشناسی؟ و تو میگویم از پشت تو شده انسانهای بیگناه را امروز کشتند. یکی از استادان مهم این سرزمین را به قتل رسانیدند. دینداران صمیمی زیاد زیر فشار قرار دارند. این کاری کرده به حساب نمیماند. فهمیده گیر تا قطره آخرین حسابات میدی. الپر. بله سردار. این به شرف را از نظرم دور کن. راهگرد. سرحد، تو را این کار نمیزیبد. ما تو را حاجی گفتیم، استاد گفتیم، تو باشی جادوگر و هیله‌گر برآمدی. غم نخورید آقای فروخ. این مواد مخدر را اروپا روان کنیم ملا هم میشوم. در اینجا میلیون ها خوابیده است. دیوانه شدن آسان، اما احمق شدن آسان نیست سرحد. جهاد میگویی، کافر میگویی، دین و دیانت میگویی، به چشمی آدمان خاک میپاشی. بزرگان چی گفتن؟ دین افیون خلق است. جایش شاید بنگ، افیون، باز جایش شاید ککین است. این یک نمودی تجارت است. بازار هرچی خواهد همان می شود. این مسئله عرض و طلب می باشد عزیزم. عیناً همین خیل. افیون دینی شما بر این رزیلان خونخوار است. اصل این سخن باید همین خیل باشد. با فکرم تو هرگز با عقل نمیشوی. شما عقلم را خراب کردید. اکنون سلاحایتان را پرتاید. زودتر زودتر. اگر نپرتایم چی؟ این برادر آنقدر ساده نه پرتایی. من میدونم چی میشود. عاقبتش بد میشود. با تو مصلحت میدهم که گپی او را گوش کن و سلاحت را پرتاز. زودتر. من سلاح ندارم. همین طور نباشد امروز کشته شدن آدمان بی سلاح خاتمه مییابد. از جایتان نجنبید. دستتان را بردارید. بینم دستتان را بردارید. سرحد، تو ما را کشتنی هستی؟ پایم مرا نکش. ایستا، مرا نکش. ایستا.
اکنون فریبگرانه دستت را میبرداری و تکبیر میگویی ها؟ نه دستت را نه، بلکه چشم و ابرویت را بالا میکنی. حالا تا مردنت حسابات میدهی. گپ زن، چه خیل آدمان بیگناه را به قتل رساندی ها؟ گپ زن میگویم، چه خیل آدمان بیگناه را کشتی؟ پارا شده مردند. هیچ کس پروای آنها را ندارد. مردند. دروغ میگویی. و گفتی تو بین دین و افیون فرقی کلانی هست ها؟ حالا باشد تو را افیون میخورانم، شاید عقلت زیاد شود. بخور این را. بخور میگویم، بخور. بخور ابله، بخور میگویم ابله، رسیل، قاتل. آخر تو چهل برادرش هستی فرخ. یک بار او رو آگاه نکردی که کاری مواد مخدر کاری بد است. خیر نوبتی تو هم می آید. و نیازی زنگ زنه تا آمده اینجا رو تفتیش کند. بکس در اینجا کارها بد است. یگید از عدلیه برآمده به خانه گروه تروریستان آمده است. حالا باشد زکی را پلیس ها میبرند. پلیس ها؟ این دیوانه چی کار کردن است؟ با فکرم که کارهای در عدلیه شده دیگرش کرده است. پس خودش رفت کجاست میدونی؟ هیچ چیز را نمیدانم. ممکن است پی سرحد باشد. از این کارش دست نمیکشد. چی کار میکنی او را یا به سرمان بلایی را میآورد؟ خوب شده است. التماس مرا سرده، آزادم کن. خاطر آزادت کنم برای چی ها؟ در این مملکت چقدر فتنه و اغوا انداختید. این بس نبود که باز جوانان و نورسان را زهرآلود کردید. سردار شما کیست ها؟ گپ زن میگویم، سردارتان کیست؟ گپ زن. این کار را از ما فرخ است. ما کردیم، اما او با فرمان دیگران کار میکند. با فرمان دیگران. پس معلوم می شود که فرخ هم سگ بیش نبوده است. پس با مسئله اساسی برمیگرده. همان طوری که خودت گفتی جوابش را هم باید دانی. فرخ آدمی کیست؟ آدمی کیست میگویم؟ کو گپ زن، تو سگ درگاهی کی هستی؟ کی برایت استخوان میپرتاید؟ بسیار خوب. کنی بگو تو را به محبس روان کنم یا اینکه به جهنم فرستم؟ 3 ثانیه وقت داری و تو 3 ثانیه مهلت میدیم. 3 2 دفشم از نظرم. 1 احمق، تو مرا از کجا یافتی؟ صفر. تا این زمان خدمتی بسیار کردم. یک امکان دیگر ده. تو تمام امکانیتت را استفاده بردی فرخ. همه‌اش را. برای چی این عملیات را تشکیل کردید؟ چقدر انسان‌ها را کشتید؟ برای چی ها؟ غرض شما چه بود؟ شما را چی مجبور میکردن؟ گپ زن! بس ما بازی شود گفتیم.
خورسندی شود گفتیم. بس مبازی ها؟ خیز از جایت خیز میگویم هراین را بخور به آن سری به مغزی تو کار نمیکند رزیلی به ایمان پروا نکن موسیقی هم میفرماییم تا آخری شب با تو رقص و بازی میکنیم فرخ گبزن تو سگی کی هستی گبزن تسمه گردن در دست کیست فهمان میگویم معلوم که تا حال کی بودنی مرا نمیدانی اگر مرا زنده به زنده بگرانی هم از دهانم یک کلمه نمیگیری بسیار خوب اگر تو گپ نزنی کسی میگفته گیاه میشود مثلا کبوتروار خواندن را دوست می‌دارد یا اینکه حلدونی بشرف بین چه خیل سخن میگوید او سر کند دیگر همتون دیوانوار به گپ می‌درآیید بیهوده سرگردان مشو یگون تمام گپ نمیزنی میبینیم فرخ میبینیم او را با حجره علایده برید من هم از پستان میآیم اطاعت سردار گذار تیز گذار نجیب یلمز سردار حزب جهاد در یکی از امارهای عمرانیه می باشد تو خودت کیستی؟ چی گفتن میخواهی؟ تاکید میکنم که در آن انبار هیروئین محفوظ است تو این همه را از کجا میدانی؟ تینجی نجیب سردار؟ باز شخصی نامعلوم زنگ زد او چرا این کار را میکند من هیچ چیز را نمیفهمم و گفته او سردار حزب جهاد در عمرانیه در یک انبار میباشد خدایا به کسی باور کرده نمیشود باز ما را سرگردان میکند از سرم یک نام میآید اما بودن شما حتمی است شاید خبرش راست باشد اگر در این کار حیله‌ای هم باشد میفهمید بازکی من سر کار میگیرم خوب شد است آقای دادستان برای کار تشکر خدایا تا با چند ساعت شد هلو هم نبر آمدن خدایا پدرم رو از من نگیر التجا دارم خدا مهربان است البته نجات مییابد تو آرام باش خودت رو به دست گیر آخر دیوانه میشوم من در نزدت هستم تو دختری با اراده ای از همه دیده با قوت تری دیگر قوی درمونم نمونده است یک فلاکت تمام نشده دیگرش به سرمان میآید دیگر طاقت کردن نمیتوانم بیایید اینجا سلام علیکم رانو خوب است رانو چه حال داری خوب هستی آقای سوها چه خیلند اپای رانو خدا شفا دهد تشکر جانکم تا حال در جراحی می باشند دو تیر خوردم دکتر با من گفت که از دستمون چیزی آید میکنیم روزنامه و تلویزیون ها چنان واهمه کردند که گویا در مملکت جنگی برادر کشی سر شد خدا میداند که آنها باز چه نقشه های دیگر دارند همه بلا به سر ما می آید همشیره با پدرم چی شده است تا حال خبری نداده اید وضعیت چی خیل است من از کجا میدونم خانم من همشیره هستم شما ندانید که میداند چند ساعت شد که در اینجا انتظارم دیوانگی رو بس کن رانو او گناهی ندارد گذشته در جایت شین بیا رانو شین در اینجا خدایا توبه کردم همش خوب می شود سردار ما با اینجا نرسیده علکه کارها خراب شدن این را ببینید ما با ماشین های مرده کشی تبدیل یافته ایم آنها میکشند ما باشیم جسدها را به مرده خانه میکشیم سردارم به این طرف نگرید این فروخ میباشد اکنون فهمیدم مواد مخدر فروخ و حزب جهاد هر سه در یک جا کابد چیزهای دیگری هم میابیم تفتیش کننده تو هستی نیازی یا من کاب کنید دیده برایت کنی باز چی میابید اطاعت سردار سر کردند اول کاریکاتور کشیده شد بعد ترکیش در بینای گازета بعدتر حمله بر عدلیه همش در جایهای مهمی دولتی نقشه هایشان رو فهمیدیم همیشه کار را انجام میدهند اما این آخرین حمله آنها می باشد پس در قفای این کار شخص اساسی فروخ بوده است
مادرم جراحی چه حال با دارد؟ موفقیت انجام یافت. اگر یگان حادثه رخ ندهد پدرتون زنده میماند. خدا شفا دهد. دیدی گفتم که همش خوب می شود. خدا شفا دهد. شکر خدا جان. میبخشیدو من این سوها را چندان دوست نمیدارم، اما در این حالت آدم دیگر میشده است. او هم به هر حال آدم است. باز به خاطر رانو به خدا یک ماه پیش به دست خودم او را کشتنی بودم، لیکن گفتی شما برین آدمیزاد در این گونه مورد دیگر می شده است. به بالای این او پدری رن است. اپای رانا بسیار غمگین می نماید. البته غمگین می شود. پدرش در دم مرگ بود. اقلا مناسبتشون خوب شود مثل پری دختر دارد. چرا این خیل می کند؟ از کجا دانم دخترم؟ آدم هر خیل می شود. خداوند بزرگ است. انشالله مناسبتشون خوب می شود. هنر اپا من رفته برای رانو یگون خوراک بیارم. بیچاره رو رنگ رویش کنده است. میم دو برای تو هم بیارم. نه نمیخواهم، تشکر. نجیب کجا شد؟ عجیب، تو رو هیچ وقت غمگین ندیده بودم. سبب خنده هم ندارم. تو حالی مرا بین. این حادثه که گذرد، اگر گذرد چی می شود؟ میبینی زمان شادی هم میرسد، آخر غم و غصه هم از بین میرود. خیلی شده است که شادی کردم هم نمی شود. شادی و خرسندی رو فراموش کردیم. از یک طرف غمی مملکت رو میخوریم و از دیگر طرف پراکنده شده ایستادیم. ببین حتی یکیت هم گم شده است. خدا میداند از حال ما خبر دارد یا نه. من حالا هم امیدوارم. تو چیزی گفتن میخواهی اما نمیدونم چی. گفتنی هم که تو را دوست میدارم، اما حالا وقتی این نیست خوب نمیشود. پدرت نجات یافت، بین این هم یک اشاره خرسندی است. عثمان، اویلا و فرزندانم را به پایان روان کردم. یک خدمت، آنها را به خانه بر. نه، من با تاکسی می روم. با ماشین دولتی کارهای شخصیم را نباید کنم. این از روی وجدان است. هیچ گپ نیست سردار. با این قدر کاری خورد چی میشود؟ همه چیز از کار خود سر میشد برادر. بنابراین از این کارها دور بودن لازم. تو در اینجا انتظار من شو، با تو کاری دارم. اطاعت سردار. اکای نجیب. سلام علیکم. ماشین درست ساز کرده؟ بله قسم ویرون شدهش رو عوض کردم. خوب حالا آقای ساچل، شنیدم که جراحی خوب گذشت. دکتر گفت که خوب میشوند. من باشم برای خوراک میروم. خوب مالش. من رفته یک بینم. بعد به شعبه امنیت برمیگردم. امروزها کارمان از حد بسیار. معلوم از هر طرف کسیت‌های خبرخوی مخفی برآورده شدند. ببخشید رفتنم لازم. مالش. چه خیلی کسیت‌های خبرها باشد. از افتش معلوم که نجیب چی کاری رو میداند، اما بخشیده به ایدی بانوان، فیلم هنری مهراب، انتظاری سنگین است. درد عشق، حادثه چشمگیر، تمام شد. اختر گریان، تضاد زندگی، در مهمانی سرویناز شهزاد گلرو، کاخ تاجیکستان، 5، 6 و 7 مارس ساعت 14. جدیدترین فیلم با ترانه عشق. бо донистани калима ва вожаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. вожаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии вожанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо.
бо истифодаи ин вожанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии вожаномаро шумо метавонед аз дилхо мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. Телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. ҳана дадаам омаданд. наҷиб ҳунер тез кӯдаконро гирифта ба хона рав. хуш омадед сардорам. рафтем бачаҳо. худованд шифо диҳад. ташаккур. шукри худо падарат наҷот ёфт. падарам наҷот ёфтанд, аммо мутаассифона оғои умар вафот карданд. як шаб пеш бо ӯ вохӯрда будам. мурдаро пас овардан дар дасти мо нест. аммо ба ман бовар кун, дери нагузашта ҳамаи онҳо дар назди адолат ҷавоб хоҳанд гуфт. раноҷон мо меравем. ман шуморо гусел мекунам. худо шифо диҳад апай рано. ташаккур ҷонака. рафтем бачаҳо. сардорам, чӣ шуд? то ҳол нагуфтед ки ҷунайд пеш аз мурдан чӣ гуфт? оё атена малика будааст? йигит. салом. салом, чӣ хабар? рано чӣ хел аст? хуб аст. пурсид ки чаро йигит намеояд. мутаассифона вақт надоштам. хабар дорӣ ки ҷарроҳи оғои соҳа хуб гузашт? одамҳое ки бояд муранд мезиянд, одамҳое ки бояд бизиянд мемиранд. афсӯс ки ман ин ҷиноятро пешгирӣ карда натавонистам. чӣ гуфтӣ? чиро пешгирӣ карда натавонистӣ? ҳеҷ гап не. агар аз кор намерафтам онҳоро ҳатман дастгир карда ба ҷазояшон мерасонидам. афсӯс ки дасту поям баста аст. биё рафта раноро бинем. чӣ шуд? медонед чӣ сардор, малика атен аст ба фикрам. агар номи ӯро гуфта бошад ҳатман ӯро мепаронам. ҳаргиз пеши роҳи маро нагиред сардор. ба фикрам каме дигар сабр карданам лозим. барои чӣ бояд сабр кунем? агар номи маликаро гуфта бошад пас салом сардорам. салом. салом дестам. салом. чӣ шуд? чаро ин хел нигоҳ мекунед? мо ҳоло аз ту гап зада истода будем. чӣ хел гап? нафаҳмидам. гапи онро мезадем ки йигит куҷо шуда бошад. ҳар ҷо набошад малика медонад гуфтем. ана ӯ дар ин ҷост. ман инро ба рано бурда диҳам. ман ҳам раноро як дилбардорӣ кунам. ана раноҷон, инро ба ту овардам. номашро гирифтему, худаш пайдо шуд. пеш аз мурдан охирин гапаш бисёр метарсам. ба ростӣ? чаро дурӯғ гӯям? зиқ шудам. аз чашмонаш маълум буд ки метарсид. аҷиб. ман ҳам бисёр мехостам ки номи маликаро гӯяд. аммо каме сабр мекунем. ӯ ҳатман дар ягон ҷо хато мекунад. ягон чиз хӯрданат лозим, рано. агар ин хел кунӣ аз пой меафтӣ. ягон чиз хӯрдан намехоҳам, малика. иншоалло дери нагузашта падарат хуб мешавад. дар дилат падарамро дуои бад намекунӣ? рано, мардӣ набовад фитодаро пой задан. мо аз он касоне нестем ки коҳи кӯҳнаро бод диҳем. ҳар хеле ки набошад падари туст, барояд азиз аст. ба хотири ту кина намегирем. агар дар ҷои падари ман падари ту мешуд, ман ин хел гап намезадам. агар падари маро медонистӣ ин хел намегуфтӣ. аз барои худо бас кунед ин гапҳоро, ҳоло вақташ нест. асли ин корро чӣ хел фаҳмем? девона мешавам охир. каме сабр бояд кард. саргузашташро кофткоб мекунем. худ гуфта буд ки дар америка хонда будам. дар ягон ҷо қайдаш ҳаст албатта. поида меистем. агар нашуд барои телефонҳояшро гӯш кардан ба додистон муроҷиат мекунем.
барои шубҳадоситон дар ҳаёташ иҷозат намедиҳад. Инро ба йигит фаҳмондан дар кор, сардор. бале, донистанаш лозим. ва аз мо дида бо ӯ бештар вақт мегузаронад. мумкин ки чизҳое ки мо дарк накардаем йигит фаҳмида бошад. пас кай мегӯед? ҳозир, худи ҳозир. хайр, ба ман иҷозат. бисёр таъбатро хира накунам. агар хоҳӣ туро бурда расонам. ман бо раъно инҷо мемонам, йигит. ташаккур. аз корат намон, агар хоҳӣ рафт. не. лозим нест, малика. ман худам меистам. не, ту аз паси кору борат шав, мемду. малика инҷо меистад, мемду. ту аз паи корҳоят шав. ба шумо шаби хуш. ман ҳам меравам. биё бо ҳам равем. не, ман каме бадтар меравам. худоё, қувваи телефони ман тамом шудааст. аз мошин қуввадиҳандаро гирифта меоям. майлаш. давидани гӯсола то дари каҳдон. ба ту мактубе равон карда будам, ёд дорӣ? фаромӯш намешавад, сардорам. давомаш низ ҳаст. ҳамчун силсилафилмҳои бразилӣ, давомаш пагоҳ. маро хуб гӯш кун. ин шӯхӣ не. аз ҷосусе хабар медиҳад ки коди номаш атена мебошад. чӣ тена? атена дар юнони қадим номи худои ҷанг аст. не, сардорам, антиқӣ, ман ба фаҳми инҳо намерасам. хайр, чӣ кор мекардааст ин худои ҷанг? туро ба худашон мекашанд. дар бар будад. ин кори ҷиддист. ин кори ҷиддист. кӣ бошад? апаи ҳунерро мегӯед? девонагӣ накун. ҷиддӣ шав. саратро мешканам. дар бораи масъалаи муҳиме сухан рафта истодааст. ба фикри ман ин атена малика аст. малика? аз куҷо фаҳмидааст? ҳаминаш намерасид. ин одам куҷо шуд? чӣ хел наёфтӣ? ҳамаи нақшаҳоямонро нобуд кард. ҳамаро вайрон мекунад. телефонаш дастнорас аст. ҳама ҷоро кофтам. 10 бор занг задам. ҷавоб намедод. ҷасади сарҳадро низ ёфтаанд. пагоҳ як қисми рӯзномаҳо амалиёти адлияро дар дастгир кардани як гурӯҳ террористоне ки ба маводи мухаддир сару кор доштанд нашр мекунад. мо маҷбурем дар ин овози худро баланд накунем. дар ин сурат кори чанди соламон барбод мешавад. ҳамаи кор зидди худамон мешавад. боз як гапи дигар. боз чӣ хел гап, гукмен? дар амбор фарух ҳам буд. ту чӣ мегӯӣ? пас ҳоло дар куҷост? инашро намедонам. йигит ӯро нест кардааст. ин одам чаро чунин мекунад? мисли рӯзҳои аввала аст. вақте ки полис буд бо кири нуқрагин бозӣ мекард. ҳоло бошад аз пешина ҳам бадтар аст. пас аз анҷоми кораш дар куҷо меистад, гукмен? дар қабристон. дар қабристон меистад. йигит айнан мисли падараш. айнан. сардорам, шумо инсоне ҳастед ки мӯрчаро ҳам озор намедиҳед. дар дастатон на далел ҳасту на санад. бешубҳаву беасос ин духтарро ҷосус мегӯед? инро чӣ мегӯянд? гумон? дар ин масъала мутмаинам, йигит. як фикр кун. ин духтар кай омад? омадан баробар ба ту часпид. аз ту ҷудо намешавад. дар ин корҳо духтаре ки худ бо пои худ ба наздат меояд магар хатарнок нест? ту худат ӯро кофта наёфтӣ. каме фикр кун. сардорам, ин духтар маро дӯст медорад, танҳо ба хотири ҳамин. чӣ хел дӯст дошан, йигит? таҳсилро дар америка гузаронд, ҳаёти равшан ва зебо, ва дар айни замон ҷаноби йигит духтари бодавлат ва писари камбағал. ба фикрат ин аҷоиб нест? ҷунайди зард айнан ҳаминҳоро фаҳмонда буд. чизе ки ба сари ту омадааст ба сари ӯ ҳам омада буд. онҳо кори гузаштаро боз такрор мекунанд. яъне ҳалимаро ҳам малика куштааст магар? инро ане гуфта наметавонам, аммо алоқа бо он кор ҳам ҳаст. ӯ шабҳо бо мардҳои ҳархела ва мехӯрад. дар маконҳои ором мисли маҳаллаҳои саноатӣ ва ғайра ва ғайра. фаҳмидӣ ё нафаҳмидӣ? сардорам, шумо инро чӣ хел пай бурдед? пай бурдем. ту ба ин ҳама аҳамият де. ту ба ин ҳама аҳамият де. гӯш кун. ягона хости ман ин ки чашмоятро хуб кушода гуфтаҳоямро паси сар накунӣ. والله که گمانهایتان هیچ اساسی ندارد. میبینیم سردارم، میبینیم.
میدانم که از شما به من ضرری نمیرسد، اما این تنها یک افسانه هست سردارم. و این بچه چی شده باشد؟ درک کردن نمیخواهد، چخیل نمیفهمد. گوش میکنم آقای دادستان. زکی باید حسابات بیاد، شما را انتظاریم. در حال می آیم آقای دادستان. با کجا اپا؟ ماشینی در پیش بوده رو تعقیب کن. الو رانو جون، کاری مهمی برآمد. دیرتر می آیم مایلش. لابای پیکاس. از یگید یگان خبر نیست. این دیوانا در کجاست؟ حالا از بیمارخانه‌ای که سوها خوابیده است برآمد. پس به کجا رفت؟ غم نخورید، از پسش هستم. دیری نگذشته همش رو میفهمم. مایلش، ما را خبردار کن. الو پیکاس. حالا از عمرانیه برآمدیم به سمت دودولو می رویم. مایلش، نظارت را دوام ده. من هم در حال یک گروه روان میکنم. به کجایی که رود او را پیشواز میگیرم. رفته او را بیارید. اگر سرکشی کند مجبور کرده بیارید. زودتر. من هم میروم. تو با من بمان. در نزد اداره هالدون ایستاد. با فکرم به هالدون چی کاری دارد؟ گوش کن اپا، باز با سرم یگان بلا نیاری. ماشین از خودم نه، من رانندش هستم. غم نخور. گروه عملیاتی در راه است. یگان کار نمیکند. مایلش، باز چی کار کردنی هستی تنها؟ شما روید. چی شد؟ چی کار میکنی؟ رفتن، هی کن. کجا شدید؟ یکی هالدون رو را بود. حالا رسته می آیم. زودتر از پسشون. چه میگویی؟ اپا با اونجا نمیروم. من جانم رو از کوچه نیفتم. به تو خبری مثل بمب دارم هالدون. آخه چی کار میکنی؟ خبر پخش میکنم. سردار روزنامه از طرف سلاح به دست ربوده شد. چندین ساعت زیر عذاب و شکنجه قرار گرفت. چه خبره؟ 8 تن میشود. یا اینکه دقت تازه ترین خبر روز را بشنوید. من به تو چی بدی کردم؟ هالدون، رویت را چنان پچق میکنم که سگی که در تحقیر صورت چاپ کرده بودی از تو دیده زیباتر می نماید. فهمیدی؟
در حال خلدون را آزاد کرده همراه آدم‌های من به نزد من حاضر می‌شوی. من باید کاری را به انجام رسانم. دیوانگی نکن. چی کار است آن؟ کار شخصی خودم. از اطاعت قماندان میبرایی. این را به جزا نمیمانم. وقتی که این کار تمام شد مرا با آغوش میگیری. غم نخور، باز به من تشکر هم میگویی. مادامی که سر کردم تا آخر میرسانم. سری مار در دستم، آن را پچق میکنم و بعد میآیم. کمی صبر کن. تلفن را قطع کرد. این چخل انسان، اینقدر سرسخت اسیانگر. تلفنات همراهت. با کبوتر زنگ زده فهم در کجا باشد. مرا گوش کن. اگر خطای صادر کنی سرت را میکفانم. دانسته باش. با وی بگو که با خوردنمان لازم. با دقت باش. گپ زن که در یینی کای وا میخوریم. لبای هلدون. کبوتر وا خوردن لازم. به این کای آمده میتوانی؟ به خانه رفتن در کار خسته شدم. سرم هم درد میکند. تا پگاه انتظار شویم؟ بسیار مسئله مهم است. حتما وا خوردن لازم. میلش میآیم. بعد از 15 دقیقه رسته میآیم. میلش. چند کس عملیات رو انجام داد؟ تنها 2 کس بود. سلاح به دستان رو چطور به درون در آوردید؟ بر وقت در آمده بودند. این عملیات چگونه صورت گرفت؟ پلیسی را از کجا پیدا کردید؟ و این سوال ها جوابی فوری لازم است. بعضی از برادرانمان به سودای مواد مخدر مشغولند. یعنی تو با این کار مشغول نیستی؟ من هم هستم. بچه ها را چه جمع کردید؟ من یک دکان کتاب فروشی دارم. شخصانی که می آمدند به آنها ظرف می دادیم. بعضیشان هوسمند می شدند، دیگران مراغ ظاهر می کردند. این رو بین مرا به بلا گرفتار کردنی. هلدون این خودش چی گپ؟ تو را به دام خود افتاندن است کبوتر. اما غم نخور، دام را در جای نادرست مانده است. یگید خیریت که نامم را فراموش نکرده ای منشر. ماشینت را جواب ده زودتر. اجازه ده لباسم را عوض کنم. کمی عرق کردم. از بدن تو همیشه بوی بد می آید کبوتر. بوی خیانت و رذالت. فرمانبر کیستی؟ مقصدمون اسلام. اسلام؟ چی خیل اسلام؟ چی خیل اسلام؟ وقتی که درباره اسلام گپ میزنی شرم کن. هم مسلمان هم تاجر زر، این دو یک جا چی خیل میشود؟ تو چی؟ ما را احمق خیال میکنی؟ بخشش آقای دادستان، خود را گم کردم. گوش کن آدم بر این گپ زن. چیزی که میدانی همه را گوی. نباشد در محبس تو را آرام نمیگذارم. در محبس کاری تو را تمام میکنند. آقای دادستان، اینجا حق ما را پایمال میکنند. در زیر فشار قرار دارم. من باید بعضی حجت ها را گیرم نجیب سردار. با او شما مشغول شوید. گوش کن، من آنقدر با صبر نیستم. علا خصوص علیه موضوعهایی که دین ایمان را در بر میگیرد سرم تیز ایران میشود. حالا باشد گب را دراز نکرده انیقش را بگو. تو خبرکش کی هستی؟ راه گردید. من حاضر شما را با شخص شناس میکنم. ببینید در اینجا کی هست. آقای فروخ؟ زیغ شدم گفت. من باشم شما را گرفته آوردم. مرحمت شنید. مرحمت. ما
مادامه که آقای فروخ گپ نمیزند، از هر دوی شما یک کس حتما باید گپ زند. با فکرم اول کبوتر می سراید، چون که او برای سراییدن عادت کرده است. من به فروخ گفتم که فروخ در بالای سری تو کی هست؟ به من گوی. او تنها نوح گفت، نوح. اما پیغمبر نه، هلدون. حتی بودن چنین پیغمبر را نمیدانست. بی ایمان خدا زده بی ایمان. او نگوید پس شما گپ زنید، به من فهمانید این عملهای رزیلانه را با فرمان کی میکردید شما؟ آقای گید التجا میکنم این مسئله را با راه دیگر حل کرده میتوانید. نه، تو حالا ایست، نوبت تو گذشت، حالا نوبت هلدون آمد. کنی او چی میگفته باشد؟ ما این خیلی انسانه، ما هممون با ناموس و تندوز صاحب کاری بزرگ می باشیم. آفرین آفرین آفرین. در دور یکم خالی زیاد گرفتی، پس میگذاریم به دور دوم. اما اینش کمی خطرناک است جنابان. گپ زنید، بالای سری شما کیست؟ تسمه گردن شما سکان در دست کیست؟ نوهنگشته لقبش فروخ باشد امرها را از او میگیرد. بسیار مردی با قوت بوده، خودش تنها مثل یک دولت است. در همه کارها ایزی او وجود دارد، در سیاست، اقتصاد، گازت و تلویزیون، حتی مافیا را هم او سرداری میکند. چی شد نجیب سردار؟ جنایتکار با سخن گفتن سر کرد. مرحمت چینید. آقای دادستان، از نوهنگشته گفتنی مرد سخن کرد. این را شنیده بودیم، در ثبت ها وجود دارد، در حجت ها هم. فروخ، کبوتر و هلدون همه امرها را از او میگیرند. آقای دادستان، برای سر کردن عملیات اجازت میخواهم. من حتما این را باید به تمامی مقامات امنیت خبر دیم. چطوری که میدانید ما خودمان تنها این کار را نباید کنیم، در یک جایگی باید عمل نماییم. خوب شده است آقای دادستان. راستی گپ عملیات هایی که امروی دیگر مقامات ها کرده می شود همیشه دیر مانده وقتی زیادتی خرج میکنیم. تا اینجا صبر کردیم، کمی دیگر صبر میکنیم. اکنون به من نگرید. این تیر را به تفنگچه گذاشته، تیردان را چرخ میزنانیم. نام این بازی رولت یگید می باشد. خوبی این بازی در چیز می دانید؟ و بازینگر چیزی نمی شود. خوش، از کی سر می کنیم؟ از فروخ سر می کنیم، از فروخ. بله، حالا از فروخ می پرسم، امر و فرمان ها را از کی می گیری؟ یگون حرفی می گفتگی ندارم. کبوتر، با فکرم تو گپ میزنی. آقای گید من هم دل دارم. دروغ نگو، خدا میزند. تو نمیدانی که حتی دل در کجاست. شما بر اینها مگر دل دارید؟ اکنون با من بگو، امر و فرمان ها را به شما کی میدهد؟ آقای هلدون، این کبوتر تمام شد. فرض کردیم که در دست من 6 تیر هست، تنها 4 دانه اش مانده است. وقتی که تفنگچه را زیر کردم میپراند یا نمیپراند اینش را نمیدانم. فایزی بختت از 125 مانده است، این هم بد نی البته. گوش کنید، اگر رفتنم را اجازه دهید. اگر او تو را هم اجازه دهد زمانی که فروختی تو را زنده نمیماند. خوب فکر کن. همینطور آخرین قرارت این که گپ نمیزنی. فراخ، با فکرم تو هم گپ نمیزنی. حالا باشد سر میکنه.
کبوتر 50 به 50 امکان داری. آخرین بار میگویم کبوتر، شما را کی راهبری میکند؟ من چیزی نمیدونم. علاج دیگر نیست. یا گپ میزنی یا اینکه زیر خاک میروی هلدون. نجیب، همش حل شد. اجازت و قرارهای لازمه گرفته شد. عملیات باید مخفی گذارد. کاری کنید که روزنامه‌نگاران خبر نیابند. تشکر جناب دوستان. من از سراغ ها. خدایا 1000 بار شکر. هلدون، آخرین بار میپرسم، فکر کن. هرگز دهانت را نکشه هلدون. همه ما رو نابود میکنی، عقل را کار فرما. اگر موری از خفایت کسی ماتم نمیگیرد به فکرم. تو خودت خوب میدانی که چندین جنازه ها را به میتینگ ها تبدیل داده. اینها شب در میخان ها کیف و صفا میکنند. اگر تو گپ نزنی هم از این دو یکی عمیق گپ میزند. هلدون، باز چندین شکنجه های دیگر میدانم که اگر گویم عقلت گم میشود. نه انگشته پشتیبانی همه ما نه انگشته گفتن شخص است. به من دروغ نگو. کیست این نه انگشته؟ نامش چیست؟ سراغش در کجاست؟ همه او را با این نام میدانند. در اول دفتر دارد. تمام کار و نقشش را در آنجا میکند. من باور نمیکنم هلدون. بیا بس کن، راستش را گفته ایستادم. بیا نکشیم تیموس. هر آن مرده رود جانی هممون خلاص میشود. تو احمق، تو خاین، سگی دورویه. این سگ نبوده است فراخ. اگر سگ میشد برای صاحبش صادق میمان. این سگ نبوده است، سگ نیست. فهمیدی؟ شما یک دیگرتان را خورده ایستید. من رفتن نو انگشته را میابم. بعد دنیا را بسری همتان چپه میکنم. وقتی که من میروم با عقلانه رفتار کنید. بیادابی نکنید. فهمیدید؟ الو پیکاس، در سری قبری پدرم وا میخوریم. چند گفتنی دارم، تیزتر باش. مایلش یگید زنگ زد، با خوردن ما میخواد. هم میرویم. مسئله مهم نمیشد، در این وقت زنگ نمیزد. من یک رفته بینم با آن نگاه کرده نقشه میکشیم. رفتیم. آرام باش پدر. کار سرکرده تو را پسرت به سامان میرساند. پسرت از قاتلان و کنه‌های خونخور این وطن حسابات میپرسد. تا وقتی که پسرت زنده است تو آرام خواب کن پدر. تو چیکار کرده ایستاده ای؟ گوش کن، ما را در عدلیه فریب دادند. نیتشان دیگر بوده است. بعد عملیات عدلیه زکی را به پلیس، سرحد را باشد به جهنم فرستادند. من از تو این کار را انتظار نبودم. پس چی باید میکردم؟ تنها سوهر را میکشیم گفتم نصیحت کرده بودیم، همه زیر خون شد. چی مثل همه در آنجا تماشابین میشدم؟ این کارت خوب نشد. حالا از پی چی کارها میشوی؟ فرخ،
کبوتر و هلدون را به جهنم فرستادم. چیکار کردی؟ اگر یگید ما رو در اینجا بیند حالمون بد می شود. ما رو به نزد حزب جهاد می فرستد. اینقدر بزدل نشو. زود باش، من میروم. خطرناک است. تلفن کرده میگوییم. این گپی تلفنی نیست. پلیس باید داند که نوح انگشت عملیات کرده نیست. خیر مایلش، بعد با میخوریم. آنها را حبس کردم. در پس آنها شخص با نام نوح انگشته است. اکنون نوبت او خواهد بود. حالا در کجا باشند؟ در یک خرابه در فابریکه ورم شده. پس چیکار میکنی؟ نوح انگشته رو فهمیده است. رفته او را پوست کرده گوشت و استخوانهایش را به نزد سگها میپرتایم. گوش کن، از حد گذراندی. آیا خواستی خودی تو همین طور نبود هم پیکس؟ اما این راهی درست نیست. گوش کن، برای به تو یاری دادن از دستم چیزی آمد کردم. حیات خود را زیر خطر ماندم. آنها را یک به یک یافته کشتم. حالا باشد التماس مرا بفهم. اگر فکر و عقیده تو بر این پسر این مردی خوابیده باشد، بیفایده انتظار نشو. قانونهای من عیان است، کشنده است. فهمیدی؟ گوش کن، من پیکس را خوب شناختم. حالا باشد وقتی آن آمد است که تو اکنون یگیت را شناسی. گوش کن پیکس، وقتی که من یک نقشه کشیدم آن البته اجرا می شود، اگر عاقبت آن مرگ هم باشد. یگیت اسم را گوش کن. احمق نابکار، تو در اینجا چیکار میکنی؟ چرا به اینجا آمدی؟ برایت خبری مهمی دارم. بیامان خبرت را. زود به نوح انگشته زنگ زن. یگیت را پیشواز گیرد. اگر در کار شود او را کشند. حالا نوح انگشته با یگیت کاری کرده نمیتواند. پلیس به گفتگو در اومده است. همین طور؟ از کجا فهمیدی؟ از گروه ما کسی خبر داده است. نباشد نقشه ها دیگر می شود. چیکار میکنیم؟ گفتگو کردن در کار نیست. الکی معلوم شد. انتظار میشیم تا یگیت او را کشد. بسیار خسته شدیم. با فکرم همینش بهتر. اگر یگیت به دست پلیس ها افتاد، آنگاه او را در محبس زیارت میکنیم. امشب شب آخرین تو می شود نوح انگشته. مرا انتظار شد. امشب یا تو میموری
یا اینکه من؟ حامیان فیلم در مرکز پرودوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگان، مهندس ثبت آواز و تنظیم لطیف زوربیک، ترجمان الهام ظهوریان، راهبر گروه ایجادی فرهاد سفر، پرودوسر کامل جان سفر. به نقش‌ها آواز دادند فیروز اومن، عاطف قادر، ناظم ملیک، ملاحت بانو، نسای محمد جان، سلطان مراد بابا مراد، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، نظرمل موسی و دلربا بانو، صلاح الدین شکرو، زهره بانو، فرقت، مهر نسا، خوشنود و دیگران.